خب بچه‌ها سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. به جلسه ششم از دوره روانشناسی خیلی خوش اومدین. توی این جلسه می‌خوایم بریم سراغ روانشناسی بعد از ضرر که یکی از مهمترین مسائلی هست که هر تریدر بهش برمیخوره، چون که توی اون جلسه اولم بهتون گفتم بعد از اینکه یه تایمی شما تریداتون رو با سود پشت سر میذارید میتونید دوباره دچار ضرر بشید و حسابتون رو کال کنید یا حسابتون رو افت بدید و اون اتفاق زمانی میفته که شما یه سری اشتباهات داشته باشید. این اشتباهات رو میخوایم امروز توی این جلسه ما هم بررسی بکنیم. در جلسه بعدی بهتون راه حل میدم، یک راه حل به شدت تضمینی و حالا میتونم بگم تست شده که اگر که شما بتونید اون کار رو انجام بدید میتونید معاملاتتون رو با سود پشت سر بذارید. یعنی افرادی بودن که معامله کردن، این کار روشون تست شده توسط خود بنده و تریدرهای بزرگ دنیا قطعا این کارو میکنن و 100% میتونه بهتون کمک بکنه و به نوعی حالا بتونید از بازار کسب درآمد بکنید. بچه ما 4 تا دلیل عمده رو داریم که اتفاق میفته و بعدش ما میتونیم از بازار تجربه بگیریم، ضرر بکنیم توی بازار و پولمون کم بشه. اولین موردی که میرم سراغش اوورترید هست که حالا من فارسی می‌نویسم اوورترید، بذارم رنگش رو قرمز. خب اوورترید یعنی چی؟ یعنی اول من توضیح اوورترید رو بهتون بدم. بچه‌ها می‌کنید زمانی شما اوورترید می‌کنید یا زمانی شما اوورترید کردین که میایید روی چارت و شروع می‌کنید به ترید کردن. انقدر این ترید رو ادامه میدید که شما دچار اوورترید میشید. یعنی انقدر این ترید رو ادامه میدین که شما ذهنتون انقدر پریشون میشه که همه پولتون رو از دست میدید. چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی که مخصوصا ما یکی دو بار دو سه بار تریدامون رو با سود پشت سر میذاریم و فکر میکنیم قلق بازار اومد دستمون، یا یک رمزی رو بلدیم، یک رازی رو بلدیم که شدیداً داریم از بازار کسب درآمد میکنیم و انقدر تریدمون در روز ادامه میدیم. یا من دیدم افرادی در حال شاگرد من بودن که 8 ساعت 9 ساعت پای سیستم بودن و بعد از 9 ساعت که بلند شدن هیچ پرافیتی رو از بازار نتونسته بودن کسب بکنن. ولی اگه همون فرد بعد از 3 ساعت ترید در بازار از پای سیستم بلند شده بود، مثلا پرافیتش رو امروز با 10% مثبت اکانت میتونست از بازار بکشه بیرون و بره دنبال زندگیش. پس فکر کنم با این مثال کاملا متوجه شدین که اوورترید دقیقاً چی هست. دقت داشته باشین بچه‌ها، زمانی که شما در تایم فریم های کوچیک مثلا 5 دقیقه، 1 دقیقه، 15 دقیقه ترید میکنید، احتمال اینکه شما اوورترید بشید خیلی بیشتر از زمانی هست که در تایم فریم 4 ساعته ترید میکنید. چون تایم فریم 4 ساعت ناخودآگاه باعث میشه که شما تریداتون چند روز زمان ببره، حداقل 1 روز زمان ببره، چند تا کندل 4 ساعت زمان ببره و شما رو آروم میکنه. ولی اگر شما هیجانی بشید، بخواید وارد ترید بشید، بگین که اینو گرفتم ضرر شده، بخواید جبران ضرر قبلیتون رو داشته باشید، یا مثلا به این فکر کنید که 4 تا ترید زدین امروز 4 تاش سود شده، پس حاشیه اطمینانی دارین برای ترید بعدی، قطعا این اتفاق باعث میشه که شما اوورترید کنید و تریداتون رو با ضرر پشت سر بذارید. پس یادتون باشه اگر که میخواین در تایم فریم های کوچیک کار کنید، بیشتر از یه تعداد ترید رو باز نکنید. تایم فریم های بزرگ بیشتر برای افراد مبتدی هستن، امن‌تر هست، شما میتونید کسب درآمد بکنید از اون تایم فریم ها. دقت داشته باشین بیشتر از 1 ساعت الی 2 ساعت، حالا نهایت که تریدتون به مشکل خورده 3 ساعت بیشتر پای سیستم برای ترید نشینید. نمیگم کلا 3 ساعت روی ترید وقت بذارید، بابا شما 6 ساعت روی آموزش وقت بذار. اگر کلا 9 ساعت مثلا زمان داری در طول روز، بیا 6 ساعتش آموزش ببین، فقط 2-3 ساعتشو پای چارت باش و ترید بکن. این حرکت حتی زمانی که ترید شما با ضرر بسته شده میتونه فردا ذهن شما رو باز کنه که بتونید تریدهای خوبی رو داشته باشید، ولو اینکه ترید شما اون روز با حالا پرافیت منفی بسته شده باشه. پس یادتون باشه این اوورترید خیلی مهمه. مثلا توی ایران ما افراد زیادی رو میبینیم که دچار اوورترید میشن، انقدر ترید میکنن که تریدر اون چارت نابودشون میکنه، هم از لحاظ ذهنی، هم از لحاظ جسمی، هم پولشون رو نابود میکنه. پس دقت داشته باشید، تعداد مشخص ترید داشته باشید، برای خودتون یک حاشیه اطمینانی، حاشیه سودی رو مشخص بکنید. مثلا بگین که من در طول روز اگر بیشتر از 15% ترید کردم، 15% پرافیت تریدم شد، از بازار میکشم بیرون و خداحافظی میکنم. اگر بیشتر منفی 5% در طول روز
پرافیت منفی ترید من شد، من اون روز میکشم کنار و آفست میکنم و برای فردا دوباره مجدد شروع میکنم به کار کردن. حالا اینکه بعد از اینکه آور ترید شد باید چی کار بکنیم که ذهنتون آماده یه ترید فردا باشه، اینو تو جلسه بعدی بهتون میگم که یک راه حل کاملا تضمینی هست، ولی شما فقط بدونید آور ترید چی هست و چه کارهایی باید بکنیم که دچار آور ترید نشیم، که این موضوع رو کاملا بهتون گفتم. مورد بعدی که خیلی مورد مهمی هست و نمیدونم چرا تو ایران جا افتاده و همه دوره‌های بازار مالی اتفاق رو دارن و دارن یاد میدن این موضوع رو و کار کاملا اشتباهی هست، پیش بینی بازاره. بچه‌ها به خدا ترید کردن پیش بینی بازار نیست. پیش بینی بازار یعنی تحلیلگری. اگر میخواین تریدر بشید نباید بازار رو پیش بینی کنید. شما نمیدونید تریدتون سود بشه یا ضرر. من نمیدونم کی توی ایران رو جا انداخته که مثلا من میگم بچه‌ها من میخوام یه سیگنال بهتون بدم، مثلا میخوام این تریدر رو اینجا بزنم، یه نفر میگه چند درصد اطمینان داری که این تریدت سود بشه؟ من 0% اطمینان دارم. اصلا مگه میشه اصلا بازار رو پیش بینی کرد؟ اصلا شاید بازار 100% توسط یه نفر پیش بینی بشه، یه اخبار بیاد همه چی رو خراب بکنه. پس یادتون باشه هیچ چیزی قابل پیش بینی توی بازار نیست. اگر خواستین ترید بکنید سعی کنید یه استراتژی مشخص داشته باشین، یه ستاپ مشخص داشته باشید، به اون پایبند باشین و دقیقاً مثل اون ترید بکنید. اینجوری معاملاتتون با سود بسته میشه. ولی اگه بخواید بگین که من پیش بینیم اینه که الان مثلا طلای جهانی تامفریم 1 ساعته است، من پیش بینیم اینه که الان تریدمو باز میکنم، مثلا بازار میره به سمت این حد سوده، بعد نمیره، بعد چه اتفاقی میفته؟ میگه آی فرمول تریدم ضرر شد. میگه آقا دلیل تو برای اینکه این تریدر رو باز کردی چی بوده؟ میگه به این دلیل من پیش بینی کردم بازار میره بالا. بچه‌ها نگاه کنید، پیش بینی کردنه میتونه نابودتون کنه. به هیچ عنوان توی بازار مالی، چه در تایم فریم های 1 دقیقه و 5 دقیقه، چه تایم فریم های بالا مثل روزانه، هفتگی یا ماهیانه که دیگه میشه سرمایه گذاری، ترید تایم فریم بالا میشه سرمایه گذاری، که حالا بخواد سرمایه گذاری هیچ پیش بینی توی بازار نداریم. من نمیتونم به عنوان محمد فامیلان پیش بینی کنم که دلار دقیقاً تا آخر سال چه اتفاق براش میفته، بیام پیش بینی کنم بیت کوین دقیقاً چه اتفاق براش میفته. اگرم بخوام پیش بینی کنم تحت عنوان تحلیل توی پیج اینستاگرام میذارم، به عنوان ترید نمیذارم. اصلا شما وقتی میخوای پیش بینی کنی، بر فرض اینکه پیش بینی درست باشه، شما نقطه ورودت کجا هست؟ چجوری میخوای ترید تو ستاپ تو سیگنال بکنی؟ چجوری میخوای حد ضرر بذاری؟ چجوری میخوای حد سود بذاری؟ نمیشه با پیش بینی کردن این کار رو رقم بزنید. اگر یه درصد پیش بینی کردین و حالا تریدتون ضرر شد، سود شد یا هر چیزی، سود شد که نوش جونتون، ولی خب روشتون اشتباه است، ممکنه پیش بینی بعدتون نابودتون کنه. اگر که حالا پیش بینیتون ضرر شد، که حالا در جلسه بعدی بهتون میگم دقیقاً بعد چیکار کنید که ذهنتون آماده بشه برای ترید بعدی. موضوع مهمی که بعدی که باعث میشه ترید ما ضرر بشه، خلاف روند هست. شاید این جمله خیلی کلیشه‌ای باشه، جای مختلفی شنیده باشید. برای اینکه محمد فامیلی داره میگه آقا چی میگی، من خودم میدونم مثلا این اتفاق قبلا هر مربی ساده‌ای هم توی بازار مالی اینو گفته. بچه‌ها ولی تریدرهای بزرگ دنیا، حتی اونایی که دارن با سبکای نوین ترید میکنن مثل آی سی تی، مثل والیوم پروفایل یا هر چیزی، امکان نداره برخلاف روند ترید بکنن. یعنی اول میگن آقا روند بازار چجوریه؟ روند بازار مثلا اینجا صعودی بوده، اینجا نزولی شده، اینجا الان بازار داره رنج میزنه، ثبت میکنن روند بازار مشخص بشه، حتما در روند بازار ترید میکنن. این خیلی نکته مهمیه بچه‌ها. یعنی من الان میبینم بچه‌هایی که مثلا یه موضوع رو میدونه برخلاف روند نباید ترید کنه، این موضوع رو شنیده، این موضوع تو کلاسی که رفته یاد گرفته، ولی الان تریدش که نگاه می‌کنید تمام تریداش برخلاف رونده. میگی چرا این کارو کردی؟ میگه خب سیگنال داد. بچه‌ها سیگنال داد، حتی اگر سیگنالتون برخلاف روند باشه نباید بزنید. اگر زدین، من اینو به شما میگم که 30% از احتمالی که تریدتون در حالت حالا با روند باشه، درصد پروفیتتون میاد پایین‌تر. 30% خیلی درصد بالایی توی ترید کردن. یعنی اگر که شما دارید با ستاپ مثلا اسمارت مانی ترید می‌کنید، اگر در طول روند باشه شما اینجا سیگنال بگیرید، احتمال اینکه این سیگنال سود بشه مثلا شما فکر کنید n%. ولی اگر همین سیگنال رو برخلاف روند بزنید در ستاپ اسمارت مانی، میشه n-30%. یعنی 30% از پروفیتتون رو قطعا میاره پایین‌تر. پس اینو یادتون باشه. درست جمله کلیشه‌ای هست ولی بهش پایبند باشین. خلاف روند ترید زدن میشه ها، نمیگم نمیشه،
ولی پروفیتتون رو شدیداً میاره پایین‌تر و اون برای کسی هست که واقعا حرفه‌ای هست. اگر حالا خلاف روند ترید زدین و حالا خواستین بعداً بررسیش بکنین که چه اتفاق افتاده که تریدتون ضرر شده یا چه اتفاق افتاده که ذهنتون نابود شده و برای فردا آماده نیستین برای ترید کردن، این موضوع توی جلسه بعد بهتون آموزش میدم. و مورد آخری که از نظر من خیلی مهم هست برای اینکه تریدتون شما ضرر میشه، نادیده گرفتن اخبار هست. بازم این موضوع یه کمی حالا میگم کلیشه‌ای هست ولی خب واقعا خیلی مهمه. بچه‌ها یه سایتی ما داریم تحت عنوان سایت فارکس فکتوری که این سایت روز اول برای بازار فارکس بود، برای جفت ارزها بود، برای فلزات مهم بود، برای شاخص‌های مهم بود، برای حالا نفت ها، چیزای حالا هر چیزی که توی بازار فارکس میشد معامله کرد، حتی سهام بازارهای مهم آمریکا، ولی الان برای تمام بازارها هست. یعنی یه روزی نمیتونستید تو دقیقاً بگی که مثلا بیت کوینی که توی بازار ارز دیجیتال هست به اخبار سایت فارکس فکتوری واکنششون میده، ولی الان قطعا نشون میده. یعنی یه اخبار که میاد روی مثلا دلار، چون که ما بیت کوین رو داریم به دلار میسنجیم، همین چیزی که الان توی تصویر میبینید، همین طلایی که طلای جهانی که داریم ما روش ترید می‌کنیم داریم به دلار میسنجیم، پس تمام این چیزا به اون اخباری که روی یورو، روی دلار، روی چیزای مختلف میاد وابسته است. و من بارها و بارها دیدم افرادی که خیلی حرفه‌ای هم بودن با یک اشتباهی که یه لحظه اخبار رو چک نکرده و نیومده که اول سایت فارکس فکتوری چک بکنه، اگر اخبار روی اون موضوع بود اون تایم ترید نکنه، تریدش ضرر شده. سیگنال بسیار خوبی هم گرفت، یه ترید بسیار خوب هم گرفته، ریسک ریوارد عالی گرفته، وین ریتی که داره استفاده میکنه از استراتژیش عالیه، دقیقاً در جهت رونده. یه لحظه اخبار رو چک نمیکنه، اخبار یه چیز بدی مثلا راجبه مثلا دلار میاد، خب میدونید که اخبار بد راجبه دلار بیت کوین رو میبره بالا، هر چیزی که بر اساس دلار باشه رو میبره بالا، دلار رو میاره پایین. اخبار بد راجبه دلار دیگه، پس مثلا طلا جهانی میبره بالا، بیت کوین میبره بالا و همین اتفاق باعث میشه که تریدش ضرر بشه. پس به این نکته دقت داشته باشید. اول روزی که میخواین تریدتون شروع بکنید، حالا من نمیدونم مثلا توی این سایت تایم مثلا لندن و نیویورک و همه چی رو گذاشته، حالا من نمیدونم در چه تایمی دارین ترید میکنید. مثلا فرض کنید من میام تایم لندن ترید میکنم که الانم 10:30 داره باز میشه بازار. فرض کنید که تایم لندن دارم ترید میکنم و باشه همون اولی که میخواین تریدتون در روز شروع بکنید، اول میاد تو سایت فارکس فکتوری و اخبارها رو چک بکنید. این اخباره اگر که یه خبر راجع به یورو یو اس دی، راجع به چیزهای مختلف اومده باشه، حالا جفت ارزهای ماژور، جفت ارزهای مینور، میتونه جهت تریدتون رو عوض کنه، روند تریدتون رو عوض کنه. پس به این نکته دقت داشته باشید. حتما سایت فارکس فکتوری اخبارها رو چک بکنید. اگر چک نکنید ممکنه که تریداتون، درسته که همه چیز رو چک کردین ولی ممکنه تریدتون با ضرر بسته شه و اونجاست که میگم حالا جلسه بعدی بهتون میگم دقیقاً بعد چی کار بکنید که ذهنتون، فکرتون آماده ترید بعدی، آماده روز ترید بعدی باشه و از روز بعدی بتونید نهایت استفاده رو بکنید. پس به این 4 نکته دقت داشته باشید. این 4 نکته از نظر من 4 نکته اساسی هست که باعث ضرر افراد توی بازار مالی میشه. خیلی نکته هست، این 4 تا از همش مهم‌تره. پس یادتون باشه آور ترید نکنید، ترید زیادی نکنید، پیش بینی نکنید بازار رو، این خیلی نکته مهمیه. خلاف روند ترید نکنید و اخبار رو نادیده نگیرید. سعی کنید در هنگام اخبار کلا تریدی رو باز نکنید. منتظر ویدیو بعدی باشید. اگر به این مشکلات برخوردین، توی ویدیو بعدی کاملا راه حل رو بهتون میگم. سعی کنید این ویدیو رو هم 2-3 بار ببینید. تایمش رو کم گذاشتم، خیلی تون صحبت کردم، ولی بعد 2-3 بار ببینید تا قشنگ جا بیفته براتون. شاد و پیروز باشید.